این راهی که من حرکت دارم راهی واسه دهه کدوچی تا خوالینگ رفته میرسد. در اینجا راه ما به انجام میرسد. ما با این راه حرکت میکنیم به دهه غلازور. ما جورا های یاردم همین مردم صدقه جاریه خیلی کار کردیست. یک مشید قریبه از برای خدا کار از برای خدا. همین دهه را پیشتر اشون قدق همه گفتم چی معنا داره؟ اشون قدق با معنای همون چاهایی که از زیر زمین کنده میشدن از همونجا آب میکشیدن بودن. من به همین خاطر دهه را نام اشون قدق ماندم. معماری میرزا مشهور است نویسنده تجاوز یعنی شخصا مقصد مؤسسه تعلیمی ساخته شده است و زوده این دهه است مقصد. این آبانبار رو با طریق حشر و واسطه تکنیکا برای چرا ما بنیاد کردیم. وقتی که این راه در حالت ویرانه بود یگانه واسطه نقلیات در دهه غلازور خرد مرکز حساب می‌شد تا مرکز ناحیه حتی مردم با واسطه خرد به خبرگیری می‌رفتند به مرور.